سلام از پارت 1 ترندهای پاییز و زمستون توی بی‌برقی. یکی از ترندهای جدید پاییز و زمستون 2025-2026 پترن خالخالی یا همون پوکادات هستش که خیلی به نظر من جذابه، مثلا برای خانمای رومانتیک که دوستان استایلای بازیگوشانه و نوستالژیک و رومانسی داشته باشن. و اینکه یکی از پترنایی که دوباره وایرال شده و داره ترند میشه، دو تا از برندایی که توی کالکشن جدیدشون از خالخالی استفاده کردن، دیور و میو میو هستن. و اینکه این پترن داره توی کت، شلوار، کراپ کت و دامن‌های کلوش دیده میشه بیشتر و به نظرم که آیتم‌های خیلی جذابی هستن، میتونین استایل کنید باهاشون و نایس. ترند بعدی توی طرح‌ها پلنگی دوست داشتنیه که تا ابد ترند امسال هم همچنان توی ترندهای محبوبه که توی کت، شلوار، کالج ها، بوت ها و جوراب شلواریای شفاف و خیلی چیزای دیگه میتونین ببینینش و به نظر من که هیچ وقت نباید فراموش بشه. من ویدیوی پارت 1 رو گرفتم و همین الان برق اومد تا قسمت دوم. فعلا